چرا ردمی نوت 13 یکی از بهترین گوشی‌های میانرده است؟ آیا واقعا ارزش خرید داره؟ سلام به همه دوستان، خوش اومدید به کانال ما. امروز در این ویدیو به بررسی یکی از خفن‌ترین و محبوب‌ترین گوشی‌های بازار یعنی ردمی نوت 13 خواهیم پرداخت. اگه شما هم دنبال یک گوشی با امکانات بالا و به‌صرفه هستید تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. خب بیایید از طراحی این گوشی شروع کنیم. ردمی نوت 13 طراحی زیبا و مدرنی داره، پنل شیشه‌ای و فریم آلومینیومی، همچنین رنگ‌های متنوعی هم داره که باعث شده این گوشی با هر سلیقه‌ای بخونه. حالا به نمایشگر میرسیم. ردمی نوت 13 با پنل LCD بزرگ و با کیفیت 6 و 67 صدم اینچی و رزولوشن فول HD تجربه تماشای بی‌نظیر رو ارائه میده. با نرخ نوسازی 120 هرتز برای بازی‌ها و تماشای ویدیو شما هیچ گونه کندی و احساس نخواهید کرد. دوربین اصلی 108 مگاپیکسله که این گوشی به شما این امکان میده که تصاویر با جزئیات بسیار بالا بگیرید. همچنین دوربین سلفی 16 مگاپیکسله و برای علاقه‌مندان به عکاسی سلفی بسیار مناسبه. باتری این گوشی 5000 میلی آمپر با قابلیت شارژ سریع 67 وات این اجازه رو به شما میده که تمام روز از گوشی استفاده کنید بدون اینکه نگران کمبود شارژ باشید. این قابلیت به ویژه برای کاربرانی که زیاد در سفر هستن یک امتیاز بزرگ به حساب میاد. اما بیایید نگاهی به نقاط ضعف این گوشی هم بندازیم. یکی از مواردی که شاید برخی کاربران رو آزار بده عدم درگاه کارت حافظه است. بنابراین اگه شما به فضای ذخیره‌سازی زیادی نیاز دارید باید از نسخه‌هایی با ظرفیت بالاتر خریداری کنید. همچنین کیفیت اسپیکرها هم میتونست بهتر باشه، به ویژه برای کاربرانی که به موسیقی و ویدیوها اهمیت میدن. به طور کلی ردمی نوت 13 یک گوشی بسیار قوی با ارزش خرید بالاست. اگه به دنبال یک گوشی با طرح‌های زیبا، عملکرد عالی و دوربین‌های با کیفیت می‌گردید قطعاً این گوشی انتخاب مناسبیه، مخصوصاً توی این رنج قیمت. خب دوستان، اگه از این ویدیو خوشتون اومد فراموش نکنید که لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. همچنین نظرات خودتون رو درباره این گوشی به ما در میون بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.